مثلا گیریم دیه ها را 20 خر مثال گیریم میگم که اینجا یک آفتاب رویه طرف آفتاب رویه 20 خر 20 خر همین و خر کلمه خر و در اونجا آورده است که آفتاب است کیرگاود معنای وی دارد جوی آب کرگسان کیرگاود و گردابک نمی‌دارد این آب اول و آب تراب بود برای چی گردابک میدن برای که خسته آب پنج بود نمیبرد یعنی گرداب میگردد برای گردابک کیرگاود میگه ابی آب پنج که میآید در همین پایین قشلاق کنده محله رغجک میگن گرداب میزنن گردابک خیلی اما خیلی نموندنش کیرگاود کیرگاود برای کری پر داره روی نام برای کوو کر یک کوو کلون تگاشون داره امارت واری نوی یک مخیان در دنیامونو سخت هیچ کسیون نمیدید جای چقدر گویو که پناجار اقار کر تای کوو سنگو کلون با یک گفته اکای مومنشو که وای مردک هم عالمی بزرگ بود وای میگفت که اینا گردابک میگن چرا که این تا همون محله بولو سپاد میگن تا همون جا آب بوده است همین حوض بوده است همینجا گرداب مردم در اینجا زندگی نمیکردن مردم در بالا زندگی میکردن حاضر گیریم که تصدیق آن هسته اصلا این خونه بابگی وقتی که خونه بابگی خونه را میبردونن در همین جوندش انا این مسافت وای میکنن علاوه خونه ساز میکنن با بالاش هم میپوشونن این همین زیر خاک کنده موندگی تای خاک شدگی یاد اون وایان نمیدونستن نمیفهمیدن خب به مرور زمان هم وقتی که این علاوه خونه را این بچه دادرمو میبرداره در همین جنده همین وقتی که بارون میباره سوسه همین درون همین بالوش هوی میشه و باید درون در وقتی آب بارون ریختن همه بینن که خیلی چیزی هست بعد دیگه میاین همین سر میکنن گرچه میکنن این اولی باور که البته یک تون هسته وزنشن زیادتر نیسته بفکرن خیلی همین حشر میکنن با وای حشر همون جوش میگیرن و ای جرش میورن استاهای هم آهنگری داشتیم استای چوب داشتیم همون استای آهنگر سنگ تراش هم بدن و یا سنگ تراش هم بدن ولی همه خانه کهنه‌ای که در همین منطقه بود
همش در مابین نخ خانه میگن، در نخ خانه بود، اما سنگا رو میموندن مابینش سوراخ کردگی سر و خیلی زنکا را بیرون در نمیخشستن، سر در همونجا میشستن، آبشینش میگفتن. در همون آبشین میشستن وای میکردن وای تک میشست. در راستای چی بود؟ دریچه همون دریچه بود. در راستای دریچه وقتی که میبارید همون بارونگری هم که میشد در همونجا در نخ خانه میومد، بعد همون آبش در درون میرفت. همین سنگ به همین شکل آوردن به شکل کوزه خیلی مهنت کردیم با بیای ما. خب کوزه رو ما دیدیم که ایگیل ساز میکنن، نه که ای سنگشه راست دیگه. ما این همین خیلی نمون برفتیم به تای 65 همین کوزه سنگیش نودیم. خنبان داشتن، خنبانا را پر میکردن، پر توت پوست. دو خنبان آرد پر میکردن، دو خنبان دیگر را توت پوست. بعد بالای توت پوست هم میلویدن، سخت میکردن. میموندن، به یگان کس نمیدادن. انا این بهار که کار سر میشد، مردم دهقانا کار سر میکردن روی پشتای وای، همون میکندن در همین روزی نوروز خنبان میکندن. این اساس انا او بابی ما در وقتش انا برای ذخیره گندمی که بهاری تا ماهی این فوریه مارت کشت کار در لالما میکردن یا زمین های کشلاق بالا، همه مثال گندم جوای انا اینا را برای ذخیره اینا ذخیره گندم استفادهش نمیبرن، همون جنده ذخیره میکردن میستن. بهار که میشد بعد بلوش همین سنگ بلوش میگیرن، گندم در لینچوب میگرفتن میرفتن بالا را برای ذخیره گندم. هزار باش کنن همی سنگا و همی خوکا و همی نوبو. شنبه اومم گفتم تک جری جونه استقه همی قرنبات همی نوبو تا همی خوکت. آب یکی سرگش تیلوی خالیست. آبی بهترین همی تاجیکستان همی آبی کرگوات های پوش کرد. آبی کرگوات باید پوش کرد و تعریف کنن یکی. همه همی مسافرها و شوفیرها میگیرن میبرن میگه که این آبی بهترین شفا بخشه. یک 5 چشمه داریم در اینجا، در همین منطقه همین درون دیها. آبی خنوکی تابستان بسیار خنک، زمستان گرم. عجیب است. زمستانی گرم است. و در همه چشمه چنار است. همین در همه چشمه برآمدگی چنار در پیشون است. چنارای کلان کلان کهنه دوره قدیمان. آب خوب نداره، چشمه اولی همون مزاری در پیش خونه بابای نام چشمه است، مزارو کلون چی سگوچو آب چشمه داره. ان آب دریا شایم بالا اما شایم مزارو شروع در بالا دیولاق میگیم، در همون بالا میوید خطی همین آب دریا با یک دره اگر دره شیر نم داره. همین آب ساخت شیر سفید سفید. همین آبوی هر دره میوید نکی دره شیر. ما در رفتیم در اونجا گندشکونی کردیم، چی جاو از طرف کلخوستم پی 5 6 7 میبیرن من قطعی کمپیرو مثل من در یک تای کروک دونوی اوغلون تاری میرفتیم میستویم امونا رو میخیستیم گندشکونی میکردیم و هنکار سنگریغه پر که برا در سر زمین هایو و همه جرنگجرنگ گندشکو بگریز. اگر که نمیرفتیم
میرفتیم جوار خورن میخشونم زی هیچی ندارن. هر طرف همین چشم جمع میشن در این او یک پوینه میشود. حالا مثال چشمه صباحی یک دوره در همین تای چنار بودیم که او کی است که او یک حافظ پرده قاسم اومده اونجا من کرد همین گرافینو موندگیان در اونجا عینوزلی که باید همین گرافین یک تبره بودی همین دریا بیار. من میدونم که چشمه صباحی آوش و همین گذشتگی هست. اینا حساب هم گپا یک استاد مومن قناعت. او جوباری او و جوباری یک جوباری نتوانید پیرود که او برای نه او درختان رو او ایرانیا من گفتی خال اونها خرم به نمیدونستنه خاله چی گفتی خرم که گفتم بیسی خرم به ندونمه سنگا را گفتم سنگا بیزه بودون گفتی نه خاله سنگ انا او انا هم مرا نگاه کردی بمری رفتم یک سیت که انجیر شوشینم یک سیت که انار خاله چند پول گفتم من برای تو بیستم دیگه یا گلاده آمدمش نه دامش رفتم سوارش کردم گشتم برای امیقا دوست می‌داریم مومن قناعت امیقا دوست می‌دارد که لوی دریا می‌رفت شعر می‌نویس در این امو سالای سال ای او دریا بی این نونمی چند سال امسال با دریا شد چند سال شکی خیلی امی چی او کم شد بی انا با امسال دریا شد در نون میبندیم خیلی در هفته یک بار یا یک نیم هفته یک بار خیلی میبندیم بچه خودم استودنت هست نان کلچه میکنم رویش میکنم برای چی در روی میکنم دوشنبه 18 ساله اومدم بیامی راست چوخونه را خجومه نداشتم امی میگفتن که اولی نمو مایدک چوکم چوک نمی ام قانون بند کلچه بند ایشیم که به همه را نو میکنم کلچه میکردم یکی اوچم چپاتی بند بی در امی چویا اوچای رحمتین اوچای حواز بدومی چپاتی بند بی در چویا آزی کلینام راتن غم ندارم میگن که چیکار کردی در پیچکا نون که میگم نه نکمی در پیچکا در چی میکنم در چگدون میکنم من در پیچکا نپورمه امی تا کلچه بند بیم که اگر دروغ مال همسایه من جمیله نو کینو امین کلچه ما در همه یا میبیسی درواز نون دار کلچه خشره و نون خشره میبستم نه که اینه کیلینگ رفتم امی دولینی که غم میدان جون نه تو بر پیش یمون الو برم خدا تا عجایب خشره کلچه و نون میکردم من خیلی خودم در رایون بودم بعد به اجاره‌شو کردم اومدم بعدم 20 ساله بودم خودم قاگی چورتای ایدم همسایه میبستم با نونکنی را یاد گرفتم ارزنین نونی ارزنین میگفتن نونی گندمی نونی ارزنی نونی شخین نیک ای همه نونی با مزه شخین نختی با مزه امی اردی کامبیناتی شنبه میورن خیلی اردی دیم میم تا درسته که سیاه رنگه که زرد رنگه کن او یک کموشون امین سقیچ بودین اگه خولی سکری خویشون نتومی کم امی را رشک میکنن خسری اویمین نونی و مزه که ریگک گرم یک دختر حیله‌گری تو قبیل نمیکردم او چه رحمتی نمو جنگ میکرد نمیش نمیخیلی جاومم خجومن نه مجبور همه کار رو یاد گرفتم با یاردم قیسنگلو و همسایه و کارم نشون داد مردکی نوندار داشتم برگادیر دی پتاته دی لگت سیزده
تمام نوست در لب درگاه روش داشتم پشت. یا همه نوستم پری میمون بی دست خونم دختگی بی دخترام خودم نشونم نه که عرض ذهن خشلو داشتن در خونه شویاشو عجایب نام یک دخترم در امی ویش خرای ماهنم داره ماه متر نشونم اما خیلی نون نه که یتم روتن از سوز باید دیدم که خودم بند تاکی چند تکی میبستی نگاه میکردم یاد گرفتم نام رای میبندم کلچای ساخت خودم خشلو نگاه چینی حاضر در بام جهان هم بدخشان ده میگن که خانه پامیری لیکن ما هم خانه همین خیلی داریم برای اینکه ما تصدیق کنیم زنده است خانه که از دوره بابا کلانم اومده است بابا کلانم 101 سال عمر دیده است اینا خیلی بعدینا وایاش فرزنداش عمر کوتاه‌تر دیدن و همون بیبیم 105 سال عمر دید و میگفت که ما یاد نداریم این خانه را یعنی ما خیلی تصدیق میکنیم که یک دو سه عصر شدگی باشد اما خانه ای که من میگم با سنگ خرد خیلی سنگای میده میده خطی دیوار کردگیان لیکن یک رفت میمونن لای میریزن یک رفت میمونن لای میریزن باور کنید انا قریب 30 سال میشود که من همیجم همین دیواری افتیدگی که اول بالاش گرفتن تا حوز نافتیده است چارواداری راستی گپ در دههای ما از دور قدیم چاروادار بودن اوخی زندگی ما اصلا زمینی نداشتیم که زمستان گذرانن زمین داشتیم مثلا این جرجو خودتون با چشم سردی دید همه پشتای بلند و یا حاصل کم میدادن اینا که همین زمینای همواری درون قشلاق اگر چندی حاصل خوبتر میدادن این بالاش حاصل کم میدادن و بسنده نبود برای این بعد برای همین چاروا پیدا میکردن و با توت همین توت به درجه اعلی میچیندن میشکیدن در دل سنگ و وای میکردن توت پوستش میکردن پانصد گاو داشتم 1000 چند گوسفند از کالخوز انا قریب 600-700 تگه خوزگی بود حاضر امون ناداره 3-4 تا گاو داره 300-400 تا بز دارن بز گوسفند داره نوبتکی پوده میریم قد یمی کپرک میگذره که او بالا 25 کیلومتر همون جو ایلاقه اونجا میبرن این طرف او طرف دروزی نوبت یه روز میره 2 روز دو بالا میستی نوبتی که هم
گوای کلانه و هم معدشه. نوبت قطعی خیلی سالی از یک مراتبه میرسه، سالی از 2 مراتبه میرسه یک طرف قشلوقه. شیر گاو 8 گاوی داشتیم نر ماده این گوسفندی لوزگی بود گوسفند اونا را خیلی چرخ میکشیم در طریق چوبی و چرخ میکشیم زی مسکن میگرفتیم جرغوت میزویم شیر لوزگی جرغوت گاو میکشیم، چکه میکنیم، شیر میکنیم. انا بعد مغازه سر کار نمیکنیم. تابستانم دا چکه میکردن میخورن که همین استحصال دستی امو شخص است. بعد روغنیش هم میگرفتیم برایان 5 4 فلک 3 فلک روغن روی میکردیم برایان. 20 سال در فرم کار کردم. 3 تا فرزند در امو سرحده تولد کرد. نه دختر دیدم، نه یگون کس ندیدم، فقط یک زنک دیدم. یک کوسه شیر برای همسایه بگیری، کوسه جرغوت برای دولین برای همسایه بگیری تانک میکنه. میگه که چه کردن که خچونک نمی 14 15 سوتق زمین داریم با این بچم جدا و بچم جدا. بچه که تم دخترش بچه استودنت های 4م کورس های، دختر 2م کورس های و دختر گشتم پی 10 دختر گشتم پی 3 حالی 74 سالشیم 50 سالم گرم زیاد دنم کرگوادم. زمین های کارا میامد گانو میکشتن مشت میکشتن بخوری میکشتن کارتشک میکشتن در زمین ها کرچکه پیاز لبلبون کپوس انا قلنفری بلگری انا تری همه چیز میکاریم ای چی دستی خودمون میخوریم ای خودمون همه چیز سلات میکنیم ورینی میکنیم زردالی و انا انجیر همه چیز ای خودمون میکنیم. مردم زندگیش ساده حرکت که کردی برکت میوید. زمین آب سبزوات کارن سبزوات کارتشکه پیاز انا وایورا کشت میکنن خورق میبرن اما جنده خیلی اونجا سودا رو میکنن میسوم میگیرن میوین. توی میچینیم انا چیش میکنیم تازهش میکنیم او چیشه برای مرغ گو و چی او چیشه انا او تازهش برای خورن برای تپس میکنیم در خیلی پیش در آسیابو میکردن اولی آسیابو گویا که چیشیان انا در نین چی میکنیم در سنگ میشکیم نه تپس در سنگ میشکیم برای که زمستون خیلی بخوریم و بر هر خشت باره میدیم برای دارگی فایده داره.
میکنیم برای خیلی آدم صحت نمیخوره میشه نه که برای کسلی بیماری موت میکنی کاسند میبرداریش میخوره اشتیاک نمی اما آدم کسل خیلی آدم های صحت نمی عمل بکنمین در هم حالت یک آدم های هستن که تری خطب کنمین حتاله آش کنمین هم تری میکنن هم تری با دیگر آرد نیم میکنن هم تری آموچ ای نخط ای چیه ای ملکک آرد که باشه همونا اولینا آرد گندمینن اونا آرد اونا باشه اونا آرد چی شخین آزیر یک چیزای پودینه میگن آزیر همی دولین میگرن کم طرف ترش میکنی در تای لطت میاندازی یک کمی دلت زن میمونه دلت روشن میگره ای حسابی چی را؟ ای حسابی که همون چیزی دولین میکشه میگیره همون علف خوک میگره در سرت صفته که در افتو خوک میشود در بالای سرت انا همون گزکی سر میکشه همون گزکی که جو که درد میکنه و میگه که دولین ای پوتی انا همه حسابی همه چی میکنه یا مردک میروه در پشتا میبروه میروه چی کورسش میمونه کورسش بو میگره ای کیسش میگرده میکوه نمیوش سال دیگه میروه همو پودینه او کربی همو کورچه دمچکشه بینوله انا چی همو پودینه بخش انداره اون ما سپیسته آردی شخین میگفتیم نخطی نقوقلی و هم تری میگیره آرده هم تا چی میکنی او وقتش میرزین هم تا میشوریش هم تا که باز کسی با گرس میپریسی باز هم تا میشوری میوزی کرکرتک میگره و بالایش هم میگیری و میکنی باز یو که گشه با او میریزی با میشوریش با گرس میگی با هم تا موچکش میگنه خیلی در طوله آش در نموش در همه برمی علفی بهاری شروع این دوریس همه سوزونکه شلخه پودینه در همه جای ما هم مندش هسته خدینه جای باره که او خدی درگاه میره ما بهار کشی میره میکشینه میاره میگم در طوله در همه چیز بودیم یک زنه که چی اومدن همون لبی رنده گفت خاله نامین علفای تای پود همه دورواری ما شما نمیدونید گفت انا نامینو هم بگفت که نه بین او کسلا نه بین او کسلا همه یمی زمینو همه علفای شفا پودینه سوزونکرک در شهر گزنش میگن انا همه یمی علفی که در همی قشلاق هست همش داری نیکی آدمای خیلی آدمی نیست که امور بچینه چی کنه کار کنه هیچ کس اهمیت نمیده فقط همین تلویزیون میبینن نشون میدن همین چیو امور میبینیم خیلی که خودمون میکنیم میخریم همتری اوش میکردن جون شروع میکردن جون منتو میکردن در حالت با امی دخترکای اوشیوش همه چیز دونمین تونمین هم کلینو من یک بچه سنپیده هم دختر قهار نمال پخت پزم در دادی همه چیز پزمه وقتو کی همه چیز اینما تلویزیون نگاه میکنن وقتا و چی آیا پیشته یک کار داره گندم رو میپختنه گندم رو میپختن خاک میکنن آسیاب میکنن تلخون تلخون خوره تلخون او تلخونه orada در مینه طبق داد مینه شایده چقرک او گم روغنی زهره در آب جوش مدی داد که در امو orada برزه روغن orada او گم ارارش که نموش تلخون او کود قدیمه همو تلخونه نه آشه میبرم که ام تشک میکنم در روز ببیم نشونم دو ببیم آجبری امو پاش خربینه که میگم که نم مایداگ میگم بیا چمن افشین در ابی پیش دیده من آج ببرم تنیگه که آج برشیم که ای ببیم خشروته خدا کن دویم طوله اوش میکنن اگر یک چی میشی یک دیگ کتر پری ایمی سوزای بهار میکنم طوله اوش هم مرا تقسیم میکنن
وطن مادر، وطن مادر، جان دلمون وطنمون مادرمونه. همه طرفه نگهبانی همه وطن خودت هم میباد که یک گندش و پالوش پرواز نکنه.